درود میگم به همه اون عزیزانی که ما رو تماشا دارن. شاءالله گل خواجه هستم در روبروی شما. حالا صبح صادق است، روز دوشنبه و ساعت با وقت دوشنبه 7:07 و من آماده هستم که با تازه ترین خبرهای تاجیکستان شما رو در جریان بگذارم، چون که روز شنبه یک شنبه هم خبرها زیاد بودند و شما میتونید خبرهای بیشتری ما رو در سامانه www.azadi.org پیدا کنید. خب شروع میکنیم از اون که یکی از دیرکتوران مکتب تومچی در این نویه دوردست در ولایت ختلان است از بالای عملکرد کارمندان کمیسریت حربی و دوستانی نظامی شکایت بردند. سبب شکایت هم این بود است که افسران کمیسریت حربی آموزگاری فنی تاریخ رو که 19 سال داشته است بزوری از سیمخانه کشوله کرده به ارتش سفربر میکنند. به نقل دیرکتور این مکتب، این معلم تاریخ به هنگام درس در مکتب بوده است و افسران کمیسریت حربی وارد میشوند، در نزد کودکان معلم رو میزنند و او رو به دوشنبه برای خدمت میفرستند. حالا دیرکتور مکتب تلاش دارد که به این قضیه رسیدگی شود، چون میگوید که در مکتب آنها معلم به این هم نمیرسد و دو آموزگاری جوانی که تو به حال فعالیت داشتند بعد دیدن آن حادثه‌ای که با همتای آنها در این مکتب رخ داده است، آنها هم از درس دادن خودداری کردند و به مکتب نمی آیند. دیرکتور مکتب گفته است که طبق قانونگذاری افسران نظامی حق نداشتند که آموزگاری مکتب را به ارتش جلب کنند و حالا دستوری نظامی میگوید که آنها این قضیه را می آموزند. در خود کمیسریت نظامی هم به رادیو آزادی تصدیق کردند واقعا طبق قانون وقتی که در یک دهه معلم نمیرسد هیچ کس حق ندارد که این جوان را به ارتش سفر بر کند. دیرکتور مکتب گلنوره خوجایوا نام دارد، میگوید که این اولین بار نیست که با زوری معلم مکتب را به ارتش جلب میکنند. او یاد میاره که هنوز چند سال پیش هم او تلاش کرده بود یک معلم را به زوری از ماشین کارمندان کمیسریت حربی بیرون کنند، چون او را میخواستند به ارتش جلب کنند. ضمناً در تاجیکستان در یک سال 2 بار جوانان به ارتش جلب کرده میشوند. بهار و تیر ماه و طریق ابله جلب کردن جوانان به ارتش ممکن نیست. حکومت هم میگه تلاش میکنن که ابله از بین برود، ولی چون این حادثه ها هنوز هم در کشور ادامه دارد. خب خبر دومی ماه نیز مربوط و وزارت معارف است. انیقترش یک قراری نو که طبق این قرار همکنون طلبه ها، دانشجویان، آموزگاران، محققان، پروفسوران بدون اجازه وزارت معارف حق ندارند که به سفر خارجی بروند. یعنی آنها باید قبل از آن که میخواهند به خارجی بروند باید حکومت کشور و وزارت معارف را در جریان بگذارند. طبق قرار نو آنها باید 15 روز پیش در این باره وزارت معارف را خبردار کنند و همچنین خلاصه خطی وزارت کارهای خارجی را پیشنهاد کنند که با کدام هدف آنها به خارجه می روند و حتی متن سخنرانیشان را باید به وزارت معارف پیشنهاد کنند و تنها اگر آنها بعداً اجازه بدهند آنها می توانند به خارجه بروند. و همچنین گفته می شود که اگر معلوم شود که در گذشته آنها که میخوان به خارجه بروند یگان رفتاری ناشایسته در خارجه داشتند یا که به یگان بیماری گرفتارند به آنها اجازه دادن نمی شود که کشور را ترک کنند. خب این هم در حالی است که قبلا نیز یعنی انیقترش سال گذشته وزارت معارف اجازه انتقال دانشجویان و طلبه ها را به خارج کشور از سازمان های مستقل که تا به حال به این کار مشغول بودند گرفت و تنها خودش الکی تصمیم میگیرد که کی را به خارجه بفرستد یا نه. بعضی از آموزگاران از چنین قانون یا قاعده نو نگران هستند، چون که میگوید که این به کار آنها مانع ایجاد میکند، چون 15 روز پیش مثلا خبردار کردن وزارت معارف و طول کشیدن جریان سفر میتواند برای رفتن آنها به خارجه مانع ایجاد کند. تفصیلات این خبر رو همین گونه شما میتونید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و واقعا نگفته نماند که این قاعده در حال نشر می شود که اخیراً یک گروه از دانش آموزان تاجیک در هندوستان 12 مدال به دست آوردند. این دانش آموزان از روی فنهای دقیق در المپیاد اشتراک کردند. شماره آنها 27 نفر بوده است و 12 نفر توانستند که مدال طلا بگیرند و از روی گرفتن مدال طلا در بین 15 کشور شرکت کننده در جای اول قرار داشتند.
خب یک خبر دیگری ما مربوط به بحث‌های بکارت است که گفته می شود با وجود آن که قبل از ازدواج تشخیص طبی راه اندازی شده است، اما تا هنوز بعضی دامادها حتی بعدی توی هم نسبت عروسان خود باوری ندارند و دیگر باره آنها را از تشخیص طبی و سودی میگذرانند. برای مثال گفته می شود که تنها در 4 ماه سال جاری 12 داماد بعد از توی عروسان خود را دیگر باره سنجیدند و در برخی موارد البته پاکدامنی دختران علاقه اثبات شده است، هرچند بعضی آنها دیگر باره به زندگی اولوی دوام دادند، ولی تعداد دیگر نخواستند که به خانه شوهر برگردند، بلکه گفتند که برای آنها این آبرویشان را پس زده است، در حالی که آنها پاکدامن بودند ولی به آنها اعتماد نکردند. در همین حال خود مردان هم دلیل های خود را دارند. مثلا در گزارشی که در سایت ما شما میتونید پیدا کنید، یک مهاجر تاجیک گفته است که او 27 سال دارد و 3 سال در مهاجرت بوده است. وقتی که توی میکند و بعد از توی همسرش رو از تشخیص میگذراند، معلوم بود است که همسرش پاکدامن نبوده است و آنها از هم جدا میشوند. در پی او هم خراجات توی رو مثلا دیگر نتوانست برگرداند و همچنین به گفته خودش بختش نیز برباد رفته است. واقعا پاکدامنی دختران در جامعه سنتی تاجیکستان خیلی مهم است و در جامعه تاجیک قبول ندارند که عروسان قبل از ازدواج آنها مثلا با کسی رابطه‌های مرحمانه داشته باشند. و یک خبر دیگر که روز شنبه خیلی آن را زیاد تماشا کردند، طرفداران زیاد شد، بالاخره اهالی تاجیکستان به 9 میلیون نفر رسید. دختری که اهالی را به 9 میلیون نفر برابر کرد در زایشگاه رقم 1 شهر دوشنبه به دنیا آمد. از ساکن شهر دوشنبه و او را نصیبه نام کردند و علاقه شهرداری دوشنبه به این خانواده که فرزند دوم در خانواده بود از خانه 3 حجرگی تقدیم کرده است و خود عائله نیز میگن که خوشبخت هستند که دخترشان 9 میلیون نفر در تاجیکستان است و نام او را نصیبه گذاشتند. خلاصه این گزارش رو علاقه در آزادی ویدیو یوتیوب 100,000 نفر تماشا کردن. شما نیز میتونید تماشا کنید و این دختر خوشبخت رو ببینید. اما من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در معرفی سرخط خبرهای روز منتظرم.